به فرهنگ و اصالت افغانستان خوش آمدید. قالینای وطنی دارن، بافت افغانستان. از ولایت‌های مختلف ما قالینای مختلف براتان در رنگ‌ها و دیزاین‌های مختلف معرفی می‌کنیم. قالین که هست در ولایت جوزجان در ولسوالی خماب بافت شده. رنگش بسیار رنگ جذاب است، رنگ سبز، یعنی رنگ بهاری است. ولی این قالین ما که هست قالین مور است، بافت شیرین تگاب. همین قالین ما را که است دیگه غیر شیرین تگابی نقشه را دمی زیباییش کتازی جذابیتش بافت کردن نمیتونه. بسیار عالی. این دیگه منحصر به فرده. این قالین ما که است بافت آقچه است، نقشش پرتاوس میگن. میبینین که چقدر زیبایی داره، چقدر رنگای زیاد کار شده. این دیگه نوش جان بافنده که به این زیبایی به این لطافت بافت میکنه و یک گریه هم از پیششون اشتباه نداره. ما از هر قالین از 1 متر الا 24 متر موجود در دکان داریم. قالینای 50 متر هم گرچه داریم، چند رنگ خاص و چند گل خاص هست. بله این قالین ما که هست دیگه فکر نمیکنم که دیگه در بازار باشه به این رنگ با به این زیبایی. اگرچه هست گل ازی ما در این نوآوری آوردیم، رنگایش خیلی رنگ آرام است، بیانگر تاریخ افغانستان است. یعنی کوزایی که در این کار شده زیرخاکی است. میتونن که وطندارا ببینن با زیبایی خیلی خاص با کیفیت خیلی خوب این بافت شدگی است. وزیر به نام زیرخاکی کوزگل یاد میکنن. این هم نقشه گندمک است که پرطرفدارترین نقشه است. ببینین که در خیلی رنگ بسیار مقبول، در رنگ یشمی یا پسته‌ای میگن برش. پسته‌ای رقمی. هر آن کس که از طریق برنامه شما به ما مراجعه میکنم 15% برشان تخفیف مد نظر گرفتیم و همچنین در پولیش از طرف شرکت یونس بافت انشالله توفیق خودم دریافت میکنم. به فرهنگ و اصالت افغانستان خوش آمدین. سلام و درود خدمت شما وطندارای خوب نازنینم. امیدوار هستم که صحتمند و سرحال باشین. اشوا معصومی از پنجره افغانستان در خدمتتان هستم. وطندارای عزیزم، امروز ما آمدیم به یونس بافت، جایی که شما اصالت و فرهنگ کشور اینجا به خوبی میتونین احساسش کنین، و خصوص هموطنای ما که خارج از کشور هستن بسیار زیاد علاقه خاص برای قالینای وطنی دارن، بافت افغانستان. در این برنامه قرار است که براتان از یونس بافت برنامه داشته باشیم با یک تخفیف کاملا ویژه در تمام جنسا. از ولایت‌های مختلف ما قالین‌های مختلف براتان در رنگ‌ها و دیزاین‌های مختلف معرفی می‌کنیم. تا آخرین دم بیننده باشین، با دوستایتان هم شریک بسازین تا اونا هم برنامه را ببینن. لایک و سابسکرایب هم فراموش نکنید. وطندارای خوب نازنینم، قسمی که براتان گفتم در این برنامه قرار است که براتان از قالینای وطنی برنامه داشته باشیم، چون نزدیک عید هم است و بدون عید هموطنای ما همیشه دوست دارن که از تولیدات وطن بخصوص با قالین وطن که در جهان نام داره استفاده کنن. در این برنامه به یونس بافت آمدیم و مسئولش با ما هستن. سلام علیکم. السلام علیکم، خوش آمدید. بخیر سلامت باشین. خوب هستین ان شاء الله؟ سلامت باشین. زنده باشین. میشه خودتون معرفی کنین؟ محمد هارون عطار هستم، مسئول قالین فروشی یونس بافت. بسیار زیاد خوشحال شدیم عطار صاحب عزیز. درباره یونس بافت بر ما معلومات بدین. هموطنای ما که بیننده هستن وقتی اینجا بیاین چی را پیدا میکنن و چی را احساس میکنن؟ بله، قسمی که از نامش هویداست، یونس بافت یعنی قالینای وطنی است که قالینای دست بافت افغانی ما و شماست. ما شخصا خودمون تولید میکنیم، بافت میکنیم و عرضه میکنیم. قالینایی که شما در فروشگاه ما میبینین
عموما قالینایی است که ما توسط کارمندای خود و توسط کارخانه خود یا را بافت کردیم، عرضه کردیم، در بازار آوردیم و همچنان نسبت به بازار از کیفیت خوب، از جنسیت بالا برخوردار است. بسیار عالی. در این ابتدای برنامه چون هموطنا میشه میگن که آدرس زودتر بگین، این آدرس هم بگین در دوستان. بله، آدرس ما چمن عذری است، مارکت رحمانزاده، قالین فروشی یونس بافت. بسیار خوب است. گفتین شما خودتان تولیدات دارین؟ بله. از یک ولایت است یا چندین ولایت؟ نه خیر، از چندین ولایت است. ولایت فاریاب است، جوزجان است، مزار شریف یعنی بلخ است. خب عموما در مرکزها بافت نمیشه، قریجات است، ولسوالی است، در تمامش بافت جریان داره. ما تار توزیع میکنیم، بافت میکنیم. بسیار خوب. امروی تار طبیعی دوخته میشه قالینای وطنی؟ بله، پشم خالص است، پشم گوسفند است که ما انواع پشم را داریم که مثلا پشمای وطنی ما شماست، بلژیکی است، ایرانی است، فعلا دیگه از چین هم میه، ترکمنستانی است که خیلی پشم خوب داره. از این پشم ما در قالینا استفاده میکنیم. بسیار خوب. گرچه تمام ولایت ما در مجموع قالینای وطنی بسیار خوب میبافند، کدام ولایت بیشتر خاصتر میبافند؟ بله، قالینای تمام ولایت ما خاص است، لیکن هر ولایت از خود قالینای خوب هم داره، پایین تر هم داره. یعنی در مزار شریف بلندترین قالین هم بافت میشه، پایین ترین هم بافت میشه. همچنان مثل از اونم جوزجان است که بلندترین قالین هم داره و پایین ترین داره. همین منوال تا هرات و فراد این طرف هم بافت داره، بسیار خوب است. قالینای خوب خراب کلگیش داره، لیکن عموما قالینای وطنی که از کلش خوب است. ما نمیتونیم که پایین ترین قالینش هم خراب بگیم، سر زحمت شده، کیفیتش خب ممکن از تار کم کیفیت کار کرده باشن، لیکن کیفیتش خیلی خوب می باشه، بافتش خوب می باشه، سر زحمت شده می باشه. لیکن انتخاب مردم است که وطندارای ما کدام، مثلا بعضی از قالینای اندخوی دوست دارن استفاده بکنن، بعضی هستن آذاقچه را دوست دارن که استفاده بکنن. خب نظر بعضی نمی که ولایتش ولسوالیش فرق میکنه که نقشهایش هم فرق میکنه. مثلا در مزار بعض نقشه را که بافت میکنن در اندخوی نمیتونن. قالین اندخوی مثلا در مرکز فاریاب یعنی میمنه و شیرین تگاب در این طرف بافت کردن نمیتونن. از اون خاطر هر منطقه از خود یک شهرت، یک خاص، از خود یک نقشه داره و کوالیتی داره. بافتش هم فرق میکنه. مثلا در بعض جای بافتش مثلا در اندخوی 50 بافت میکنن، اگر ما در قرقین بریم و 40 بافت میکنن. این چی مانا میته 50 باز؟ بله 50 یعنی در 10 سانتی 50 المک میخوره، باز 40 در 40 کس در 10 سانتی 40 المک میخوره. بسیار خوب. مکمل اینا هم روی دست بافته میشن؟ بله کلن کت دست است. بسیار مشکل است. همونطور از قالین وطنی یک قیمت هم میباشه دیگه. خب زحمت میشه، نظر به زحمتش قیمت نیست. خب بعض کسا در یوتیوب هاست یا در فیسبوک ها قالین ها را قیمتش خیلی بالا میگن، با اون منوال نیست. قالین های ما شما نسبت به زحمتش، نسبت به روند بازار خیلی مناسب است قیمتش. و یک افتخار بزرگ هم است برای ما قالین های وطنی، چون در سطح جهان قالین افغانستان نام داره. بله. بسیار خوب. وطندارای عزیز شما بیننده باشین، ما را همراهی کنین. قرار است که براتان از تمام ولایت ها، از تمام گلا و نقشایی که نام گرفتن یک دانه معرفی کنیم. بیننده باشین، همچنان تخفیف ویژه هست. وطندارای عزیز، در این قسمت رسیدیم به معرفی دیزاین‌ها. واقعا بسیار مقبول هستن، رنگای بسیار خوبش دارن. اگه اشتباه نکنم قالینای وطنی رنگاشون هم طبیعی می باشه. بله رنگای طبیعی هم داریم، رنگای کیمیاوی هم داریم که عموما فعلا دیگه زیادتر رنگای کیمیاوی کار میشه که رنگش پخته می باشه، که رنگ از دست نمیده. ما رنگای طبیعی هم در قالینا داریم که در اینجا میتونن که وطندارای ما مشاهده کنن که اینا رنگ طبیعی است در قالین. خود لابلای از این قالین ما در ترکیب رنگ ها و رنگای طبیعی داریم. بسیار خوب. این قالین از کدام ولایت ما است؟ این قالین که از به نام زرخاکی یاد میشه که عموما در تمام ولایت های ما این نقشه بافت میشه، لیکن این قالین که است در ولایت جوزجان در ولسوالی خماب بافت شده. رنگش بسیار رنگ جذاب است،
رنگ سبز یعنی رنگ بهاری است. در ترکیب رنگش رنگ جگری و رنگ سرمه‌ای کاشته، بسیار مقبول ترکمن بافت است. بسیار خوب. امی قالینای وطنی یک خوبی دارن که قاط میشن، نمیشکنن. بله بله، چون پشم است، پشم که است خاصیت شکستن نداره. بسیار خوب. و اگه اشتباه نکنم قالین مور است. بله بله، این قالین ما که است قالین مور است، بافت شیرین تگاب. همین قالین ما را که است دیگه غیر شیرین تگابی نقشه را دمی زیباییش که تازی جذابیتش بافت کردن نمیتونه. بسیار عالی. این دیگه منحصر به فرد ولایت فاریاب ما ولسوالی شیرین تگاب است که تنها در اونجا بافت میشه. خب نقش مورد در بسیاری جایا بافت میکنن، لیکن به این زیبایی با این کوالیتی دیگه بافت کردن نمیتونن. اینا مکمل پشم گوسپند هستن؟ بله تماما مکمل پشم گوسپند است. یک وقت اینی تنسته از این قالینا را پشم میگرفتن تابستانی و بهاری داشت که بازو کش میکرد، چملک میکرد. حال فعلا تنسته را پخته جور میکنن که داخل آب هم که باشه این خود کش نمیکنه. یک موضوع بسیار مهمه که اکثریت هموطنان ما بخصوص کسایی که خارج هستن قالین وطنی دارن، دمی شستشویش یک ذره دل میزنن که خراب نشه. بله بله، ما در شستشوی قالینا که خارج از کشور و وطندارای ما که زندگی میکنن برشون طرز العمل داریم که چگونه میتونن قالینا شست بکنن. بازی ما میتونیم با پسان در آخر برنامه که وطندارا شریک بکنیم، میتونن که از اون طریق پیش برن و شست بکنن و استفاده بکنن. هیچ کدام مشکل نداره. اگه 100 سال هم اگه عوار کنن قالین وطنی ما شما خراب نمیشه. بسیار عالی. واقعا بسیار یک رنگ مقبول داره دوستان. رنگ همونطور سرخ یاقوتی. بیشتر کدام رنگا میاد در قالین وطنی؟ در قالین وطنی فعلا دیگه عصری است که مدرن شدگی است. رنگای متفاوت، گلهای متفاوت در قالینا داریم. اینی قالین ما دیگه پشمش بلژیکی است، از بلژیم میاد. بله، بافت آلت بلک اندخوی است. دیگه نقشش در خاکی است که همون نقشه که رنگ سبز در بالا دیدین همون نقشه است، لیکن دیگه جذابیت دیگه ای داره. یعنی که ما وقت از ولایات صحبت میکنیم که یک ولایت ما هر کدامش زیبایی خاصه داره، یعنی اینی می رقم که زیبایی قالین بالا و زیبایی قالین پایین اردیش یک به دیگه بالاست. بالاست. بسیار عالی. و نگفتن همونه گفتین پشمش بلژیکی است. بله بله، پشمش بلژیکی است که بلندترین پشم بلژیم است که در قالین کار میشه. یکی از اون قالین ها دیگه اینمی است. بسیار عالی. دیگه پشمان باز هستن، اونا شاید یک درصدشون پایین باشه. بله بله، او را مانال برتون پشما تمام بالکل کلگیش بالا است. چون در قالینایی که ما کار میکنیم پشم پایین کار نمیکنیم، به خاطر از اینکه دوامش زیاد میباشه، پشم بالا، کیفیتش خوب میباشه و رنگ در خود خوب میگیره. ایرام یک ورق بزنیم. بسیار خوب. اکثریت کسا میگن که قالین هر چقدر کونه شه قیمتش ارزشش بالا میره. واقعا همینطور است، لیکن باز قالینا که از خصوصیات خود داره. اگه قالین بهتر خوبتر بگیرن در مرور زمان باز قیمت خوب به خود میگیره و یعنی در همتیک میره. بسیار خوب. این قالین ما که از بافت آقچه است، نقشش پرتاوس میگن. میبینین که چقدر زیبایی داره، چقدر رنگای زیاد کار شده. ایره دیگه نوش جان بافنده که به این زیبایی به این لطافت بافت میکنه و یک گریه هم از پیشن اشتباه نداره. این بسیار مشکل است قالینی که به این گل باشه، به این نقشه باشه، به این زیبایی بافت بکنه. رنگای متفاوت دیش کار شده و نقشش دیگه خیلی بالاست. بسیار خوب. بله. اینا باز رنگایشون هم طبیعی است یا کیمیایی است؟ رنگ از یا کیمیایی است. کیمیایی است. بسیار خوب. عموما نال وقتی که شما در بعض صحبت‌های دیگه دوستای ما میشنوید که در قالین فروشا طبیعی میگن، طبیعی بعض ترکیب رنگ هست. مثلا در این رنگ سرمه‌ایش طبیعی است که زمینی ازی است. باز رنگای مثلا زنگولی داره و آبی داره، در یا باز ترکیب رنگی کیمیایی داره. بسیار خوب. بسیار عالی. قالینا باز اندازه مختلف دارن دیگه. بله، ما در یا هم اندازه مختلف داریم و همچنین رنگای مختلف داریم. مثلا زمینه ازی سرمه‌ای، زمینه سبزش داریم، سرخش داریم. و ما به خاطر که برنامه چون وقتش کوتاه می باشه از هر کدامش یک تا نمونه ما در اینجا میگیم که باز در یک گل دیگه ما چند رنگ مختلفش گرفتیم به خاطر که در چندین ولایت باشه که ایران ورق بزنی که بسیار خوب. بسیار عالی.
عطار صاحب میشه که در این قسمت برنامه مو تخفیف هم بر دوستا بگوییم؟ بله، ما در قالینای وطنی ما کسایی که از طریق برنامه خودتان برشان 15% برشان تخفیف میدیم. سلامت باشین. بله. بسیار عالی. این تخفیف بستا چی وقت است؟ تخفیف دیگه لای تنوی است. لای تنوی است. ماشاءالله. بسیار این نقشه ما که از گندمک یاد میشه. گندمک. بله، این رنگ فولادیش است، در ترکیب رنگش سرمه‌ای و کرمی و جگری کار شده. در اصل در رنگ است. ماشاءالله. بله. زمینه از این فولادی است، بسیار مقبول. بافتش ولایت جوزجان است، ولسوالی قرقین که فعلا دیگه بسیاری قالینای ما از اون سمت میه که بسیار قالینای خوب و رنگای خوب داره. رنگش دیگه با استفاده با شش رنگش خراب نمیشه. بسیار عالی. بله، این شام رو ورق بزنیم که رنگ دیگه شام میتونیم بزنیم. ماشاءالله رنگ کریمی. رنگ کرمی. بله. امی قالینای وطنی که از یک زاویه سعی کنی رنگش یک کمک خیره می باشه، باز از دیگه زاویه کم تیره تر می باشه. قالینا که از یکی پایین خانه می باشه یکی بالای خانه، یعنی قسمتی که از طرفش روشن معلوم میشه یعنی بالای خانه می باشه که از اون قسمت دیگه از پایین، مثلا از پایین خواب باز همون طرف باف شده میره تا آخر انتها باز ختم میشه. بسیار خوب. این رنگ کرمی از اون قالین قبلی است که دیگه ترکیب رنگش بسیار رنگ آرام است، آرام بخش است که ذهن آرام میکنه و همچنان در این قالین که از پشم بلژیکی کار گرفته شده است. کیفیت خیلی خوب است و میتونیم وطندارایی را ببینید. این زیبایی قالین بسیار، یعنی کیفیتش هم جنسش هم خیلی بالاست. بسیار عالی. قالینای وطنی زیاد پددار نمی باشن. پددار چون قالین‌ها فعلا یک وقت قالین‌ها ناششت میان، پتش خیلی زیاد میبینیم. حالا که وقتی که تولید میشه بافت میشه که در بازار عرضه میشه، پیش از او قالین قیچی میشه، ششت میشه، تکان میشه، بعد از او در مرحله آخری در دکان میه که پاکاریش در. بله. بسیار عالی. عزیزا بیننده باشید. قالین دوستا براتون معرفی کردیم که نقشه گندمک بود. قالین بعدیش هم ببینیم. قالین بعدی رو ورق بزنیم. ماشاءالله بسیار یک رنگ مقبول داره دوستا. این رنگ مالتایی است. دیگه نقشش همون نقشه قبلی است، گندمک است. ما غیر از هم چندین رنگ دیگه از زیرا داریم که مثلا رنگ جگری است، دیگه رنگ فولادی کم رنگش است. فولادی رنگ تیز شدید، این کم رنگش است. یک چندین رنگ دیگه داریم که مثلا در خود رنگ کرمی رنگای متفاوت درش کار شده که جگری و آبی ترکیب رنگیش دیگه متفاوت است. در خود مالتایی در رنگ فولادی سادهش هم داریم، رنگ متفاوت که درش کار شده در گلاوره داریم. خب ما سه تا نمونه در اینجا گرفتیم که رنگ مالتایش هم خیلی مقبول است، جذاب است، میتونن وطندارای ما از این استفاده بکنن. این دیگه شما ورق بزنید قالین پایین. اینا رنگایی است که خاص می باشند. بله. یک ذره کمیاب می باشند. ماشاءالله بسیار دیزاین هم مقبول است دوستا. بله. این قالین ما که است ابریشم نقشه یاد میشه. دیگه زمینه کریمی است، رنگای متفاوت درش کار شده. میتونن وطندارای ما در هر رنگ از پرده بگیرن، توشک بگیرن و میتونن کوچه خود استفاده کننده از رنگ و از گل خیلی خوب برخوردار است. بافت ولایت جوزجان ما است. دیگه خانم‌های ترکمن بافتن ایره. ماشاءالله. بله. 9 متر هستن اینا؟ بله، تمام ناگفته نمونه که نمی بعض وطندارای ما در تشویش می باشن که از بعض قالینا که یک گلش می باشه در سایزهای دیگه‌اش نمی باشه. ما از هر قالین از 1 متر الا 24 متر موجود در دکان داریم. قالینای 50 متر هم گرچه داریم، چند رنگ خاص و چند گل خاص است که ما سایزهای متفاوت در مقصد این قالینا است. خب مورد استفاده هم تا قالینای 24 متر است در افغانستان که زیادتر استفاده میشه. بله. ایران خیلی ورق بزنید قالینا خیلی داریم. اینا در چی مدت بافته میشن؟ اینا 4.5 ماه را در بر میگیره هر قالین. بسیار عالی. و یک قالین دیگه هم از دوستا بسیار رنگ بله، این قالین ما که است دیگه فکر نمی کنم که دیگه در بازار باشه به این رنگ با به این زیبایی. اگرچه هست گلایزی ما در این نوآوری آوردیم، رنگایش خیلی رنگ آرام است، رنگ است که بعضی کسا که شکسته میخواین که رنگ شکسته باشه و آرام باشه. این همون قالین است، هم از کیفیت خوب برخوردار است. بافت مزار شریف است و کیفیتش هم خیلی خوبش است. میتونین که دست بزنین. بله، بسیار نرم است. بله.
هم نرم است، پشمش بلژیکی است. بلژیکی است. بله، دلوعه بافت شده که بافتش 40 در 40 است. نقشش کرک نقشه یاد میشه. بسیار خوب. بله. عطار صاحب، قالینای وطنی در مقابل چه چیزای اساس می باشند؟ قالینای وطنی یگانه چیزی که باید وطندارای ما ازش قالین وطنی را نگاه بکنن نم است. وقتی قالین برش نم برسه، نم حتی آینه خراب میکنه، چه برسد به قالین. از نم باید نگهداری شود. بله باز دیگه یک چیز دیگه نگفته نمانه که پشم که است خیلی نازک می باشه و همچنان ایره از جارو برقی نگاه بکنه که می سوزانه، پت طرفش کم میکنه، عمر قالین کم میکنه. اگرچه در قالین تغییرات فکر نکنم در کوتاه مدت برد، لیکن در دراز مدت قالین پشمش طرف خود کش میکنه و کل میکنه، ارزش قالین پایین تر پایین تر میه. اما خوب است از جارو دستی استفاده کنن. کنن. بله، جارو دستی هر روز که ازش استفاده میکنن رنگ قالین روشن‌تر شده و جذاب‌تر شده میره. بسیار عالی. وطندار عزیز بیننده باشید. وطندارای عزیز، در قسمت شما میبینین قالینایی هست که سایز کوچک دارن. البته برای کسایی که برای مهمانخانه در قسمت کوچ و چوکی استفاده میکنن، قالینای خردترک میشه که از اینا استفاده کنن. بسیار رنگای مقبول هم داره. خب قسمت های کاربردی از این قالین خیلی زیاد است. از این قالین چا میتونن که در زیر میز نان بگیرن، در پالی تخت جای کم بود بسیار مقبول مانه میشه، در اتاقای کوچک باشه. و همچنان رنگامیزی گل خیلی زیاد داریم. خب گرچه ما از این قالینا تمام سایزایش داریم. ما در صحبت قبلی ما یادآور شدیم که از 1 متر الی تا 24 متر در هر گل که شما انشالله که بخواید از یا موجود داریم و ایره بر شما به تصویر کشیدنش خیلی آسان بود. از خاطر ما کوشش کردیم قالینایی که متوسط تر است همون را به تصویر بگیریم. میتونین وطندارا از رنگ‌های مختلف از این قالینچا بافت کجا بودین؟ این بافت آقچه است. بافت آقچه است، خارای ترکمن ما بافت کردن. این وقتی که شما این نقشه را میبینین، این بیانگر تاریخ افغانستان است. یعنی کوزایی که در این کار شده زیرخاکی است. میتونن که وطندارا ببینن با زیبایی خیلی خاص، با کیفیت خیلی خوب این باف شدگی است. وزیر به نام زیرخاکی کوزگل یاد میکنن. ما از این رنگ‌های مختلف داریم، لیکن در نقشه متفاوت از این نقشه. بسیار عالی. اینی رنگ لاجوردی را که رنگ آبی را که شما میبینید بسیار مقبول است. بله، یام کس همون نقشه است، یام نقشه زیرخاکی را در خود داره، لیکن یک دیزاین متفاوت از اون است. یعنی بیانگر کشور تاریخی بودن کشور ما را نشان میده. بدون شک. بله، ماشاءالله رنگای بسیار مقبول. اما تو سبز زمردی دوستا. بله، این رنگ سبزش هست که ما در این رنگ‌های مختلف داریم. گرچه رنگ سبز، این رنگ سبز آبی و فولادیش بود، رنگ جگری از یاران داریم. ما یک چند دانه را نمونه گرفتیم. بسیار عالی. اینا 3 متر هستن؟ بله، یا کلش در کل 3 متر است. اینی نقشه به نام مملوک یاد میشه. مملوک یعنی به نام مصری هم یاد میشه. بازی دیگه هم رنگ‌های مختلف داره. این نقشه خیلی مغلق است. بافتن از این نقشه مبین داره و همچنین یک نقشه خیلی آرام و زیباست. میتونن وطندارا ببینن که گلایی که ریزه گل هستن یا اونایی که میده گل هستن سخت‌تر است یا این گلا؟ نه خیر، این گلا که است بسیار مغلق می باشه. هم مغلق می باشه، هم مشکل می باشه که به این زیبایی، به این چوکاتش خیلی منظم که بافت شده، هر کس نمیتونه بافتش بکنه. بسیار عالی. بله. اینی هم عین همون نقشه است در رنگ مختلفش، یعنی رنگ گوشتی هم یاد میشه، پیازی هم یاد میشه که اینی همون رنگش است. در ترکیب رنگش خیلی رنگای خیلی خوب کار شده. خوب ما به هر رنگی که مثلا وطندارای ما و دوستا که اتاقایشان جور میکنن به همون رنگ قالین داره. بسیار عالی. این رنگش دیگه رنگ زنگالی هم یاد میشه و بیرقم بسیار مقبول. یا میتونن که وطندارا ببینن بافت آقچه است، ترکمن بافت است. باز دیا میبینی که تغییرات است. دی آشش یک رقم بود، دی آشش ساده است. مثلا در هر نقش‌های متفاوت از اون مورد داریم، هم در رنگ‌های متفاوت تغییرات درشان است. بسیار عالی. این هم نقشه گندمک است که پرطرفدارترین نقشه است. میبینید که در خیلی رنگ بسیار مقبول، در رنگ یشمی یا پسته‌ای میگن برش. پسته‌ای رقم. بسیار مقبول.
اینی هم دیگه با گفته بعضی دوستا رنگ آیفون 17. بله. این هم گندمک است، ترکمن بافت است، بافت ولایت جوزجان است. ماشاءالله. خیلی کیفیت خوبم برخوردار است. میتونه وطندارا ببینه که خیلی میده بافت است. بسیار خوب. یا هم یک رنگ دیگه از اون که زمینش کرمیز، رنگ‌های مختلف درش کار شده. دیگه عین همون نقشه قبلی است که ورق زدیم. گندمک هستی. بله. کم کم ما بلد شدم امروی دیزاینه. این هم دیگه یک نقشه یک بسیار خوبش هست. دیگه رنگ‌های روشن بیشتر خوش میکنن فکر کنم. خب ما رنگ‌های روشن هم داریم، در هر گل رنگ‌های تاریک هم داریم. زمینی سرمه‌ای از یام است، زمینی جگریش است، زمینی سبزش است، زمینی که رنگ مالتایی داره همون رنگش هست. از هر رنگش میتونن وطندارا خرید بکنن. بسیار خوب. عطار صاحب در این قسمت برنامه میشه که بر ما بگوین که مو طریقی شستشوی از یا چه قسم می باشه؟ ایره وطندارا که داخل خود افغانستان هستن میتونن که به خودمون مراجعه کنن، بیارن قالینشان ما بسیار به قیمت اندک برشان شست میکنیم و خارج از کشور که اینا دسترسی به قالینشویی ما ندارن، اونا میتونن که مثلا در یک ظرف کلانتر دمو وایتکس بندازن، امروی وایتکس یک کمک مانیزشی گرد بکنن و قفش کشیده باز کتش قفا بکنن، قالین پاک سوتره میشه. یعنی نشوین فقط قفا کنن. قفا کنن خیلی ساده برشان میشه که دفعه زودتر برشان چیز میشه، لیکن وقتی که خاک داشته باشه میتونن که تکان بکنن، بعد از تکان هم عمل مثلا اجرا بکنن. بسیار خوب. یعنی مکمل قالین نشوین. مکمل قالین اگه بشوین هم کدام مشکل نداره، لیکن در اونجا میفهمین که زیادتر دسترسی به فضا نیست. در اونجا مقدر امکانات دارن که اما اتاقشان هست، مثلا باز بعض همسایه‌هایشان از شکایت میکنه. اینی گپا رو ما خیلی زیاد از مشتری‌ها شنیدیم و اینی نقشه بخارایی ماست. بخارا. بله. در این ما شیپ‌های خیلی مختلف داریم. این یک شیپش هست که در رنگ آبی، در زمینش، در دورش رنگ‌های مختلف کار شده است. باز در این خود از این بخاری ما در رنگ آبی رنگ گل متفاوت از ایران داریم. ماشاءالله. که اینی هست. بسیار مقبول. بله اینی که از در ولسوالی قرقین ولایت جوزجان باب شده، این که از در آخوچه جوزجان باب شده بسیار است. در حساب کوالیتیشان فرق میکنه. میبینید این بافتش 40 است، این 50 در 50 است بافت است. بسیار خوب. و قالین بعدی هم به رنگ قالین بعدی هم دیگه عمو کتش یک رنگ است، لیکن این رنگ شتری است، یک گل است. بله. یک گل است، رنگ شتری است، بافت آخوچه است که خیلی کیفیت خوب داره. از این پشتش معلوم میشه که بافت کجاست. بله. اکثریت کسا که مثلا قدر معلومات ندارن درباره قالین وطنی، از چی بفهمن تفاوت‌ها را؟ تفاوت‌های چون بعضی جاها هستن قالینای مثلا ایرانی را یا ترکی را وطنی گفته مفروشن. او رقم خود چیز هیچ امکان نداره کس قالینای ترکی یا ایرانی را بگه که وطنی است گفته سودا بکنن، چون قالین وطنی که است بافت خوردگی است و بافتشان به می شکل میبینین که به می شکل عمودی است و قالینای ترکی ایرانی را که میبینین باز به شکل پالو بافت شده است، چون ماشین است، ماشین چپه بافتش میکنه. و همچنان دیگه قالین وطنی ما شما پشم خالص میباشه، وقتی قالینای ترکی ایرانی را شما مغز قالین نمیبینین و براتون معلوم میشه که پلاستیک است و جنسیت از او پایینتر میباشه. او را هیچ کس نمیتونه که در این تخلف بکنه در قالینای وطنی ما شما که ترکی ایرانی را وطنی گفته بفروشه. بسیار عالی. و این هم رنگ کریمی است. می‌بینین خیلی رنگ مقبول است. بله رنگ روشن است. در رنگ از که از رنگ سرمه‌ای و رنگ جگری کار شده، بسیار رنگش کشیده مقبول است. وطندارای ما میتونن که اگر رنگ‌های قبلیش انتخاب نکنن میشه که رنگش انتخاب کنه. رنگ سرخ زمینه سرخ از زیر داره، در هر رنگ است بازده. بسیار عالی. همچنان رنگ گلابی که است دیگه. این دیگه رنگ پیازی هم یاد میشه، رنگ گوشتی هم یاد میشه که اینی بافت آلت بولک اندخوی است، نقشش یوسف بویی است، دیگه پشمش بلژیکی است، یک تار است قالین. بسیار خوب، بسیار عالی. و بعدش دیگه ما رنگ‌های مختلف داریم. در تمامش دوستا سایزهای مختلف، رنگ‌های مختلف موجود می باشد. کوتاه براتون معرفی میکنیم چون نام خدا قالینا زیاد است، وقت برنامه ما محدود است. درباره این معلومات بده. این قالین ما که از بافت ولایت جوزجان است، در قرقین بافت شده است. نقشش نقشه نو است به نام نقشه همدانی هم یاد میکنن که نقشه ایران است و همچنان کشمیری هم یاد میکنن که در هر دوش هم این نقشه ها زیادتر کار میشه. بسیار عالی.
یا هم نقشه گندمک رنگ سرمه‌ایش است. یک چیز دیگر با وطندارای ما از این کمره شما یادآور میشیم که هر آن کس که از طریق برنامه شما به ما مراجعه میکنم 15% برشان تخفیف مد نظر گرفتیم و همچنین در پولیش از طرف شرکت یونسبافت انشالله توفیق خودم دریافت میکنم. بسیار خوب که پس دوستا فرصتتان محدود هم نیست چون دیگه تخفیف لایتنایی است. و همچنین نقشه گندمک رنگ کرمیش است که ما در قالین‌های قبلی رنگ‌های متفاوتش در نمایش ماندیم و همچنین وطندارایی که از طریق پیجای خود ما مثلا پیج یونسبافت در اینستاگرام داریم، در فیسبوک داریم و همچنین در تیک تاک داریم، بر از نو باز 20% برشان تخفیف ارائه میکنیم به خاطر که چون یکی از طریق شما باز میان و فالو میکنن پیج ما را، ما برشان تخفیف اضافه تر مد نظر گرفتیم. بسیار عالی، عزیزا بیننده باشید. وطندارای خوب نازنینم، بیننده برنامه بودین. البته تلاش کردیم تا اکثریت از دیزاین‌ها رو براتون معرفی کنیم چون نام خدا بسیار زیاد است، تمامش نمیشد و تصاویر هم از سراندازا شما ایجاد دیدین و تشکر میکنم از شما. تشکر، سلامت باشین. زنده باشین. از طریق زمین کمره خودتان بخیر انشالله. یک چند روز محدود به عید رمضان مونده. عید رمضان به تمام وطندارای ما چه داخل افغانستان هستند چه خارج از افغانستان هستند برشان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. دیگه تشکر از شما که شما به اینجا حضور پیدا کردین. بخیر باشین، سلامت باشین، زنده باشین. وطندارای خوب نازنینم، سپاسگزار شما همچنان هستم که تا ایدم بیننده برنامه ما بودین. انشالله که مورد نظرتان بوده باشه و مثل همیشه تلاش خود را کردیم تا یک برنامه متفاوت و جالب براتون تقدیم کنیم. منتظر انتقادات، پیشنهادات، نظریات نیکتان هستم. هر گونه سوال پیشنهاد داشتین انشالله در خدمتتان هستیم و به تمامش پاسخگو هستیم. این بود برنامه‌ای که امروز تقدیمتان کردیم. برنامه را با دوستایتان شریک بسازین. چینل پنجره افغانستان را لایک کنین، سابسکرایب کنین تا از بهترین برنامه‌های ما مستفید شوید. تا برنامه بعد، خداوند نگهدارتان.